به دختران عزیزم، خانم‌های حاضر در جلسه عرض میکنم توجه بدید کسانی رو که در پیرامون شما هستند که مسئله حجاب رو یک مسئله دینی و اسلامی و زهرایی و زینبی بدونن. به همه سفارش میکنم که انس با قرآن رو فراموش نکنید. بارها گفتم قرآن رو هر روز بخونید، ولو نیم صفحه از هر جای قرآن رو باز کنید، نیم صفحه قرآن بخونید، یک صفحه قرآن بخونید، هرچی که رغبت و میل دارید.